همه افتخار ائمه ما به مادرشون فاطمه زهراست. لذا وقتی به مصیبت مادر میرسیدن آتش میگرفتن، چون همه کمالشون از اون ظرف پاک میدیدن. و عجیب اینه که این مردم چقدر نمک نشناس بودن که هنوز آب غسل پیغمبر خوش نشده بود. هنوز حضرت زهرا گریه هاش رو سیر برای پیغمبر نکرده بود. آمدن حمله کردن به در خانه دختر پیغمبر که بارها فرمود فاطمه تو سیدت النساء اهل الجنه. مردم فاطمه تو بضعت منی، اصلا پاره از من و شخصیت من است، هر که او را بیازارد مرا آزرده. با علم به همه اینا نه تنها در خونه از زهرا آتش زدن، روایت داره هیزم رو دور خانه فاطمه چیدن. اصلا هدف این بود این خونه رو با اهلش آتش بزن. وقت تو در لعن اینا شک میکنی، وای به حالت، بیچارت میکنه خدا شب اول قبرت. حضرت زهرا میاد مقابلت میسته میگه من پهلومو در دفاع از امام زمانم شکستم، محسنم و دادم، تو در لعن قاتلان من شک کردی، تأمل کردی. خیلی باید حواست جمع کنی. همه ی دین براعت، همه ی دین براعت نداشته باشی اصلا مسلمان نیستی. یعنی به 600 آیه قرآن ایمان نداری، تو به یک آیش ایمان نداشته باشی مسلمان نیستی. تا 400 به 600 آیه